که الان گرفته بودم و نگاه کردم گفتم وای چرا من چشام یکیش گنده است یکیش کوچیک. تو حالت عادی مثلا تو حالت واقعیت که الان خودم دارم نگاه میکنم پس چرا شکلی نیستم. داری فیلم میگیری، باید یا چیزی که چشات میبینه رو باور کنی یا فیلمو که من چشامو باور میکنم قطعا. اینکه مثلا چشام شاید یکیش بزرگ باشه یکیش کوچیک باشه به خاطر اینه که دوربین این بره. الان دارم شما نمی‌کنم خودم بگذاریم. میخوام برم بیرون یه ذره خرید بکنم. فردا مدرسه ها باز میشه. نمیدونستم شلوار مدرسم کو. از صبح تا الان قهوه نخوردم و برای همین شکلی هم اینقدر ناراحتم انگار. بریم. پوستم صیقلی شد دارم برق میزنم. فعلا برق خاموش بود. ببخشید دوستان. شبا وقتی که همیشه تاریکه باید چراغ روشن کرد، نه وقتی که روزه و همه جا میتونی ببینی. دیگه چراغ واسه چی میخوای؟ خاموشش کن. روزایی که خودم تنها بیرون میرم واسه چی خوشم میاد؟ از قیافم مشخصه، لازم نیست چیزی بگم اصلا. دستام به چیز رفتن همطور که یه نکته خیلی مهم توی بیرون رفتنم اینه که من فیلم بگیرم و اضطراب اجتماعی دقیقا همینجا خودشو نشون میده که تو نمیتونی فیلم بگیری راحت. توی هم ملت بهت ظلم میزنن و این خیلی سخته. باید هی رفته هی بهتر بشی توش. نفسم گرفت. یه فشاری که من وارد شد این بودش که من هر دفعه میرم کافه میشینم کارامو انجام میدم، کتاب میخونم، ژورنال میکنم و این کار همیشگی منه. یعنی هر دفعه برم میشینم این کارا رو میکنم، تنها البته. و این دفعه هم همین کارو کردم و مشکل اینجاست که من یادم رفت ریکورد کنم. چرا ریکورد نکردم؟ من مثلا باورم نمیشه. چند وقت پیش یه دونه ماگ خیلی خوشگل و ملوس داشتم که شکست. یعنی اصلا نمیدونم چرا تهش آب میداد، خیلی عجیب بود برام. و امروز یه دونه دیگه خریدم. یه ذره با اون یکی فرق داره. من اینو بیشتر دوست دارم. The best part، بهترین قسمت خرید امروزم. تو چرا انقدر خوب تیرامیسوی خورده شده دستم داره میلرزه؟ چرا؟ و اونجا که بند ژورنال میکنم و این دفعه یه عالم چیز چون خیلی دوستشون دارم. این اولیشه. بچه استرنجر تینگز رو اگه ندیدید برید ببینید. واقعا بوس کردنیه این لعنتی. این سریال بوس کرد ماچ کردنیه. اینقدر من دوستش دارم. من نمیدونم چرا زودتر ندیدمش که آره من میخوام ببینم توی لیستمه. مرتی که برو ببینش. خب اون گرفتم. این الوسک رو گرفتم. هم گرفتم این از اینا این اکولک وای این فیلم. من این فیلم رو خیلی دوست داشتم. براتون می‌نویسم اسمشو. The Last 10 Years بود. اگه میخواید یه دونه فیلم سینمایی ملوسکی ببینید اینو ببینید. وای اکولک مکولک خوشگل بلا ملا جگر بلا. این کاراکتر حتی اصلا هنوزم نمیدونم اسمش چیه ولی من خیلی دوستش دارم. نگاه کنید چقدر اکول مکول جگول مگوله. بچه مرتیکه ها رو نگاه کنید. وای خوشگل بلا ها رو نگاه کنید. این عکس اینا رو میخواین من میتونم توی چنل تلگرامم بذارم. چنل تلگرامم اینجا میذارم. هنوز باورم نمیشه من فیلم رو رکورد نکردم. اینطور که مشخصه رفتم دوش گرفتم. میخوام بشینم اینا رو واسه ژورنالم جدا بکنم.
myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Yes, we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Much at all here in this small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. Yes, you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel sure